با شما بود صدای خدا. آمانه شدن را فراموش نکنید. نماز فقط نجات است. نماز ستون دین است. میدانید همین خانه های ما شما چند تا ستون دارد. اگر همین ستونش نباشد خانه نمیشود، قرار نمیگیرد. ستون دین هم چی است؟ نماز است عزیزانی من. نماز بیرق اسلام است. همه جا بیرق دارند، ما بیرق چی است؟ نماز است انشاءالله خدا خواهد. نماز جدا کننده بین کافر و مسلمان است. وقتی کافر هستن که ارمان در زندگیش بلند است یا نمی؟ خانهاش اتبله نیست، ماشین داره، همه چیز داره. و یا خدا میشناسم، با خیس میگه همه خدا میشناسم، لیکن از روی اعتقاد، از روی عمل نماز نمیخواد. نماز فرق کننده بین کافر و مسلمان است. نماز این چراغ گور است عزیزانی من. پگه گور میرم همه میبینم این دنیا. پگه این قبرستان میرم 1 متر کوادراتی نخدا خواهد جا میشیم. انا اونجا چی میشیم؟ چراغی انا اون چی میشه؟ نماز بشه عزیزانی من. پیامبر که بخود تو چراغ برن گور تاریک های. چراغ چیه؟ گفت یا رسول الله همین نمازه. نماز نگاه دارنده تو میگد احد شد، نماز از روشنایی لحد شد. اگر وقتی که ما شما نماز نگید درو کردیم، الله سبحانه و تعالی حمایش نمیگذاره. ما الله سبحانه و تعالی ما شما را هر گونه آفت از هر گونه بلاها نگه میدارد. و فقط در قبر هم الله سبحانه و تعالی همین نماز چی میکند؟ چراغی ما و شما میکند انشاءالله خدا خواهد. نماز فقط پاسپورت نشد عزیزانی من. روز قیامت در عرصات میخدم، اونجا هم چی است؟ تماجنی است. در جنت میره تماجنی، فرشته هستن. بگید کنید پاسپورت. همین نمازی که خدا خواهد 5 وقت میخونید در یک شبانه روز، همین پاسپورت میشود. این پاسپورت میتیم میبینم میگه جنت درو کن. نماز این مهرهای دخترای جنت است. من دنیا نه کدام زن میگیری، مولا در وقت زنگیری چی میبندن؟ مهر میبندن. طوری می 50 تیلاگیم که 2 میلیون یا که خون همی دیگر چیزا میخواهد مهر میبندن. پگر روز قیامت هم دخترای جنت بغیر از این دخترات تو باز 70 زنهای جنتی میتید. همون 70 زنهای جنتی هم مهر در کار است. مهرش یعنی نماز میشود خدا خواهد انشاءالله. نماز معراج مؤمن است عزیزانی من. پیغمبرها معراج دارن. حضرت موسی معراجش کوه طور شد. پیغمبر ما شما نزد الله رفت مهمان شد. حضرت یونس شکم ماهی شد. ما مؤمنان معراج داره. معراج ما شما همین بالای جای نماز است. همین که بالای که جای نماز که میبرایی نیت میکنی خدا خواهد نیت کردم بگذارم 2 رکعت نمازی که بام داد سنتش از فرض است، روی آوردم با قبله من بر طرف کعبه خالص لله تعالی الله اکبر تا گوش رسونده دستا را زیر ناف که میبندید علاقه بنده و خدا سر میشود. شما با خدا ملاقات میکنید. حضرت جبرئیل اومده رسول الله تعلیم دادن که چندین سوال آگتی که مل احسان چیه؟ یا پیغمبر گفتن ان تعبد الله کانک تراه فان لکم یراه فانه تراک. تو چنان عبادت کن، چنان نماز کن که گویا خدا را میبینی. اگر خدا را نبینی خدا تو را میبیند. ما در پیش خدا مثلیم با یک اعتقاد، با یک محبت، با طهارت کامل، با فکرهای تازه خدا خواهد. چون که پیش آفریدگار نمیستی. امروز خدا خواهد پیش یک خادمای حکومت نبه خدا خواهد میلرزی. گپاتا گم میکنی خدا خواهدشو با دقت میشه فکرتا جمع میکنی. بالای جای نماز میبره بعد توش در او گو این نماز نشود. یاد پیشی که میراج مومی شدن بعد شما به خدا راز گفتن سر میشود. این نزدیکترین بنده به خدا کی میشد در دردن نماز. وقتی که ما شما سجدن سر ما در زمین میموندیم بین خدا و بین بنده یگان پرده نمیشد است. چنان نزدیک میشدیم. من معراج خدا خواهد مؤمنا چی است؟ بالای جای نماز است. بالای که پیش خدا گپ زدن نه خدا خواهد. اگر میگه خواهی که خدا با تو سخن کند نماز خون. شما نمیخواهی که آفریدگار با شما گپ زنم. اگر خواهی که میگه تو با خدا گپ زنی قرآن خون.
شما نمیخواهید که خدا که شما ملاقات کنه، نمیخواهید که شما پیش الله یک بار بسته که الحمدلله سبحان الله خداوند تو پاک هستی، تو من از یک قطره آب حرام انسانم کردی، اینقدر زیباییام دادی، اینقدر جمالم دادی، از اومدم که دنیا نعمت میتی، تنیسیت میتی، خاطر میتی، خاطر جمع میتی. این نماز رحمت بسته که پس خلاص شکرانه است. رحمت بخیر که خدا جان چشم کور نکنی، یا گوش ملاو نآوردی، یا یک دست ما بالا نکردی، اعضا ما کاغ نکردی. شکر بخیرت. این نعمت ها را کی داد؟ یاد نبرار که انجینر انسان الله هست. انجینر ما و شما نه مولا است، نه طبیب است، نه پروفسور است، نه دکتر است. انسان است، بنا کنندش کی است؟ الله سبحانه و تعالی است. الله شما را آفرید، چی بچه کو چی دختر. خدا قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خدا صورت میبندوند در بچه‌دانهای مادراتون چگونه که بخواهد زرد، بخواهد سیاه، بخواهد سفید، بخواهد نر، بخواهد ماده. چگونه که خانه میسازی ستا آورده دیلنگی تارید، الله سبحانه و تعالی شما را همچنان میسازد در دنیا. در یک قطره آب خداوند چنان قدرت داد میگه که شیخ سعدی میگه در درون آب میگه صورت تا میکشه، میگه خدا صورت تا میگه چون پری میکشه، میگه قاشات تا میکشه، اعضاءات الله میکشه. شکست در این بچه دارت نه پروفسور نه دکتر دومده نه اولیا دومده شما دیگر گون بکنن. الله میتی خدا خواهد فرزنده. شما امروز من دلیل میارم که شما مباد یک دست تو در کند یا یگان پاچ تو در کند پیش یگان طبیب بروید، مباد اگر معالجه کردم یک عمر مینت داری یا نمی. مباد اگر هم دکتر به پیش دروازه زد دو قوار میزنی اکا جان رحمت دستک ما تزو کردی، آشت کردیم، گوشت تیم، مالت نکشم. این نمیگه که خداوند 360 رگ و پیتا بپل داد. این رگا را خدا بیکار نداده. اگه نخواه نانصاف در یک سوکه یک ساعت پیش الله استاده نتونی. یک ساعت 23 ساعت آزاد هستیم، 23 ساعت مزه که بگه. یک ساعت اگه پیش الله نایستاده سبحان الله الحمدلله خدا پاکی رحمت اینقدر ناز و نعمتم داده ساده. و اگر هم خدا خود دو بر زمین جبت نگه که خدا گویتا یا نمگویمی شوی تاریخ خدا خود یکون لی جوار گذشت خدا خود سوره اخلاص بشر دی بودون چپراسته بخونی بلا نزنم عجینه نبرویم. یکی از خدا نمیترسی. اگر از الله ترسی خدا خود عجینه ایتو میترسه. از الله ترسی بلا ایتو میترسه. بلا اطراف نمیآید. چون شاید میگه نگهبانی تو باشد ذاتی جبار، نترس از هیچ کس زینهار. کسی را که نگه دارنده شد او نمیگردد خیانت یکتاری مود خیانت نمیگرد اگر الله مبارکت کنه، الله در حمایش گیرد، الله در خدمت شوید. با دلیل تو میان که شما این خوننده خدمت نکنه و بعد چیدم نکره و مگوی که من 3,000 ته بعد چی نگه تو چی خدمت کردی؟ خدمت نکنه من تو نپول میدیم شما پیش الله خدمت نکنه و بعد اخدا چیز پرسی بی ناموسی نیست. امروز نرد حکومت هم بی اگر کار نکن 500 نمیتید می اول 50 سال 60 سال کار نکنی خدا خد بعد موقعی که همون کار یک نفقت دورای پینه تعیین میکنه. الله هم همچنان است به خدمت ناموس در کاره. یک برک سرک زمین دمون خدا خد فرمانی الله کن از حراماش دور شو خدا خد نمازکاش خون کارای ثواب که الله هم دوستت میداره. الله مخصوصا این دنیا دم نفقت میتیه او دنیا دم نفقت میتیه. ولی بعضی ها ما میگن که برادر نماز نمیخوانی میگه وقت ندارم. خوردن ده وقت داری، خورای ده وقت داری، فوتبال ده وقت داری، بازی ده وقت داری، گبی بیدن انجا توی مدد دوست داشتن وقت داری. شاید 10 مینوتک پیش الله ده ایستادن ده وقت نداری. این بیناموسی هست. بعد تو هم میگوی که من مسلمانم بعد یا نمیگوی گر مبادا یک از کافیرت بعد از گریبانش میخبی میزنیش بود چی من هم کافیر میگوی من مسلمانم الحمدلله. مسلمان دا بچه اثبات میکنی